بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام بر شما بینندگان خوب شبکه خبر. خدا رو شکر می‌کنم که یک بار دیگه با مجله افغانستان در کنار شما هستم. خیلی ممنونم از ارتباطات خوبی که با برنامه خودتون یعنی مجله افغانستان برقرار می‌کنین. خواهش می‌کنم که این ارتباطات رو ادامه بدید تا اینکه مجله افغانستان رو تقدیم حضورتون بکنیم که مورد پسند شماست. اما همراه ما باشید با مجله افغانستان. خیلی ممنون از اینکه بنا دارید امشب هم با مجله افغانستان همراه باشید. اما در اولین بخش از مجله افغانستان امشب اخبار برگزیده هفته. شرکت کنندگان نشست بین المللی توکیو در مورد افغانستان تعهد کردند که 16 میلیارد دلار برای تقویت زیرساخت‌های اقتصادی افغانستان در اختیار این کشور قرار دهند. حامد کرزای از حامیان مالی بین المللی به خاطر وعده کمک 16 میلیارد دلاری به افغانستان قدردانی کرد و ارائه کمک بیشتر برای مبارزه با فساد را در این کشور خواستار شد. وزیر امور خارجه کشورمان در حاشیه کنفرانس حامیان افغانستان در توکیو گفت ایران طی سالهای گذشته بیش از 500 میلیون دلار برای ساخت جاده و شبکه خطوط ریلی و ایجاد مدارس و بیمارستان و کارهای عمرانی در افغانستان سرمایه‌گذاری کرده است. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان تحلیل‌ها مبنی بر بدتر شدن وضعیت افغانستان پس از سال 2014 میلادی بخشی از جنگ روانی غرب علیه این کشور است. صالحی وزیر خارجه کشورمان در اجلاس توکیو گفت سیاست اصولی ایران تأمین صلح و ثبات در افغانستان است. مدیرعامل نمایشگاه بین‌المللی مشهد گفت شهریور ماه امسال نخستین نمایشگاه مشترک ایران و افغانستان در حوزه خدمات شهری برگزار می شود. دفتر مطبوعاتی نیروهای خارجی کمک به امنیت افغانستان آیساف با انتشار بیانیه اعلام کرد 7 نظامی خارجی در شرق این کشور کشته شدند و تعداد تلفات این نیروها در سال جاری میلادی به بیش از 230 نفر رسید. رئیس اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی زابل گفت با صدور 40 فقره پروانه صادراتی در 3 ماه اول سال جاری بیش از 1,540,000 کیلوگرم کالا و مواد غذایی از مرز میلک به افغانستان صادر شده است. وزیر خارجه آلمان در کنفرانس توکیو از دولت افغانستان خواست تا با اجرای اصلاحات زمینه را برای دریافت کمک‌های جهانی مساعد کند. چهارمین نشست کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و افغانستان نیمه مهر ماه با حضور وزرای خارجه دو کشور در کابل برگزار می شود. و نماینده کشورمان در حاشیه نشست توکیو برای افغانستان گفت ایران پذیرای حدود 3 میلیون پناهجوی افغان بوده و در حال حاضر بیش از 3,000 دانش آموز افغان در مدارس و بیش از 8,000 دانشجو از اتباع این کشور در دانشگاه‌های ایران تحصیل می‌کنند. و آخرین خبر این که رسانه‌های غربی اعلام کردند بر اساس آمارهای رسمی حدود 3200 نفر در بازداشتگاه‌های نیروهای آمریکایی در افغانستان نگهداری می‌شوند. خیلی متشکرم از همراهیتون با اخبار برگزیده این هفته. خواهش می‌کنم که همچنان در کنار برنامه مجله افغانستان باشید. کنفرانس بین المللی توکیو برای حمایت از افغانستان با حضور نمایندگان بیش از 70 کشور در حالی برگزار شد که افغانستان همچنان با چالش‌هایی همچون نقض حقوق بشر از سوی نظامیان بیگانه، توسعه تروریسم و رشد بی‌سابقه تولید و قاچاق مواد مخدر روبروست. شرکت کنندگان در این نشست تعهد نمودند برای یک دوره 4 ساله تا پایان سال 2015 میلادی بودجه‌ای بالغ بر 16 میلیارد دلار برای تقویت زیرساخت‌های اقتصادی افغانستان در اختیار این کشور قرار دهند. هرچند طی دهه گذشته
افغانستان بیشترین نشست‌های بین المللی را به نام خود ثبت کرده، اما هنوز انتظارات مردم افغانستان و همچنین جامعه جهانی در تأمین صلح و آرامش و از بین رفتن تروریسم و نیز مبارزه با تولید و قاچاق مواد مخدر برآورده نشده است. اختصاص بیش از 30 میلیارد دلار به بازسازی افغانستان طی 10 سال گذشته، هرچند موجب برخی اصلاحات و نیز تا حدودی شروع بازسازی در بعضی مناطق شده، اما هنوز فرصت مناسب برای مردم این کشور به منظور فعالیت‌های اطمینان بخش فراهم نشده است. فقدان امنیت، رشد روزافزون فعالیت‌های مافیایی و گروه‌های تروریستی، دستاندازی نیروها و تشکل‌های غربی حاضر در این کشور به بودجه‌های تعیین شده در بازسازی، تولید و قاچاق مواد مخدر در سایه امنیت فراهم شده از سوی نظامیان غربی و نقض حقوق بشر از سوی آنان از جمله عوامل و موانع اصلی بر سر راه افغانستان در تأمین صلح و آرامش است. امروز هرچند تصمیمات نشست بین المللی توکیو میتواند با بهره از تجربیات و ناکامی‌های گذشته فرصت‌های جدیدی را پیش روی مردم افغانستان در حمایت از بازسازی کشورشان برای ورود به دهه تغییر و تحول قرار دهد، اما هنوز به این سوال که آیا کشورهای کمک کننده به تعهداتشان طی 4 سال آینده چگونه عمل خواهند کرد و مردم افغانستان تا چه اندازه در بازسازی کشورشان مشارکت داده خواهند شد، پاسخی داده نشده است. بله، یک شنبه 18 تیر ماه باز هم نشستی برای حمایت از توسعه و حمایت از فعالیت اقتصادی کشور افغانستان در توکیو برگزار شد که نمایندگان کشورهای حامی چیزی حدود 16 میلیارد دلار رو مسبب کردند که تا پایان سال 2016 میلادی کمک بکنند به کشور افغانستان برای توسعه و پیشرفتش. اما امشب به همین مناسبت دعوت کردیم از جناب آقای پاک آیین، کارشناس ارشد امور افغانستان، تا در استودیوی مجله افغانستان حضور پیدا بکنم و در خصوص نحوه اجرایی شدن مصوبات این نشست باشون گفتگو بکنم. به خاطر همین بهشون سلام میگم و عرض خوش آمد. بسم الله الرحمن الرحیم. بعدم خدمت شما و هموطنان گرامی سلام عرض. درود بر شما، خیلی متشکرم. جناب آقای پاک آیین، طی 10 سال گذشته شاید بیش از و عرض بکنم که حدود 36 میلیارد دلار طی اجلاس‌های مختلف جهانی علاوه بر بودجه‌های امنیتی و عرض بکنم که نظامی فقط برای کمک به افغانستان بودجه تزریق شده به کشور افغانستان، اما هنوز نظر مردم افغانستان تأمین نشده. به نظر شما نشست توکیو چقدر میتونه کمک بکنه به پیشرفت افغانستان و مسببات به نظر شما چطور میتونه اجرایی بشه؟ بله، همونطوری که شما اعلام فرمودید، اعلام شده که در طول 10 سال گذشته 36 میلیارد دلار برای توسعه همکاری اقتصادی و ایجاد امنیت در افغانستان از سوی جامعه بین المللی اختصاص پیدا کرده. اما واقعیت این است که این سیستم هیچ سیستم حسابرسی و سیستم آماری و نظارتی ما نداریم که مشخص بشه که آیا این 36 میلیارد دلار اختصاص پیدا کرده تماما، و یا اگر تماما اختصاص پیدا کرده در اون مسیری که لازم بوده هزینه شده یا نه. و این یکی از اشکال‌های جدی است که در این رابطه وجود داره. در اجلاس توکیو اون چیزی که از فحوای سخنرانی‌ها مشخص بود، یک نارضایتی عمومی در بین کشورها بود مبنی بر اینکه این مبلغ اختصاص یافته در مسیر خودش هزینه نشده و در واقع به نحوی به خاطر وجود فساد اداری در دستگاه حاکمیتی افغانستان، مافیایی از افراد این پولها رو یه بخشش رو به نفع خودشون ثبت و ضبط کردن و در خدمت منافع مردم افغانستان نبوده و به همین دلیل هم از آقای کردای تقاضا کردن و در واقع تعهد گرفتن که برای آینده حتما یک سیستمی در کشور ایجاد بشه که بتواند با فساد مبارزه بکنه تا این مبالغ در مسیر خودش هزینه بشه. یعنی تبانی و فساد مالی اتفاق افتاده؟ بالاخره این پول‌هایی که داده شده به نحوی افراد خاص که دسترسی به این مبالغ داشتن از اون سوء استفاده کردن. این موضوعی بود که
اجماع نظر کشورهای حتی غربی ها، حتی خود آمریکا، اینا همه به این موضوع اشاره کردن. دیدین که آقای وستروله وزیر امور خارجه آلمان هم به این موضوع اشاره کرد. از طرف دیگه دولت افغانستان برخی از مقاماتشون اینها میگن این مبلغ تماما به ما داده نشده و اگر هم داده شده در مسیر اهداف کشورهایی که حاضر هستند در افغانستان نظیر ناتو هزینه شده. برای مثال برای ساخت پایگاه نظامی یا برای تجهیز پایگاه نظامی یا در مسیر اهداف اونها دادن حقوق سربازان و یا ساختن جاده هایی که منتهی میشه به پایگاه نظامی برای اهداف خاص. یعنی در واقع برای ایجاد امنیت و توسعه در افغانستان این پول ها هزینه شده. در واقع یک اختلاف نظر جدی هست بین افغان ها و در واقع کشورهای غربی در مورد چگونگی هزینه شدن این 36 میلیارد دلاری که اختصاص پیدا کرده. ما یک بار یادمه در افغانستان بودیم، یک از مقامات افغانستان به ما صریحاً گفت که اگر هر دلار 20 سنت از این مبلغ رو به خود ما میدادن ما میتوانستیم الان کشورمون رو آباد بکنیم. بسیار. یعنی در واقع خیلی نظر مردم افغانستان تأمین نشده تو این 10 سال قطعا نشده. یعنی اینها آماده بودن برای امنیت، آماده بودن برای توسعه اقتصادی، برای اتفاق نیفته بلکه مضاعف هم شده. بله. بسیار خوب، خیلی متشکرم. حتما گفتگوی خودم رو با جناب آقای پاک‌آیین ادامه خواهم داد. خواهش می‌کنم که بخشی رو با هم ببینیم. مجدد در کنار شما خواهم بود. بیننده مجله افغانستان هستید از شبکه خبر. اما جناب آقای پاک‌آیین، من میخوام ببینم که این نشست مکانیزم ویژه‌ای برای اجرای کردن مصوبات خودش داشته، با نشست‌های قبلی فرق می‌کرده یا اینکه خیر؟ به نظر نمیرسه که این نشست یک مکانیزم اجرایی برای عملیاتی کردن مصوبات داشته باشه و من فکر میکنم که اون مشکلی که برای اون 36 میلیارد وجود داشت کماکان ممکنه برای این 16 میلیارد دلار آینده که تا سال 2016 قرار اختصاص پیدا کنه به افغانستان مانند سابق ممکنه همین مشکلات ایجاد بشه. یعنی فرصتی متصور نیستین شما؟ مگر اینکه یک سیستم نظارتی ایجاد بشه، کشورهایی از جهان که مورد اعتماد هستن نظارت بکنن بر نحوه هزینه این 16 میلیارد دلاری که حالا به طور اسمی اعلام شد. البته ما که در اجلاس بودیم کشورها اعلام نکردن که مبلغی رو میخوان پرداخت کنن. احیانا حالا یکی دو تا کشور ممکنه بعد از جلسه صحبت کرده باشن. در هر صورت ما فرض رو بر این می‌داریم که این 16 میلیارد دلار که اعلام شده درسته و کشورها میخوان این رو اعطا بکنن، ولی حتما باید یک مکانیزم نظارتی داشته باشه. پیشنهاد ما این است که کشورهایی از منطقه به خصوص از همسایگان و کشورهایی از خارج از منطقه اینها با نظارت سازمان ملل یک کمیته رو تشکیل بدن برای اینکه نظارت بشه بر چگونگی هزینه کردن این 16 میلیارد دلار. چرا که با توجه به اینکه حداقل آمریکا نیت این رو داره که حضور خودش رو در افغانستان طولانی بکنه، این احتمال وجود داره که باز بخشی از این 16 میلیارد دلار صرف هزینه‌های نیروهای نظامی و در واقع هزینه‌های غیر توسعه‌ای بشه و کماکان مردم افغانستان بهره از این سرمایه‌ای که اختصاص پیدا کرده نبرن. این پیشنهاد نظارت بر مکانیزم اجرایی از طرف ایران ارائه شده به نشست این که نه؟ ما این رو به طور شفاهی به برخی از کشورهای مختلف در حاشیه اجلاس مطرح کردیم. به طور رسمی هنوز این موضوع در جایی مطرح نشده، ولی احتمال داره که در آینده ما روی این موضوع بیشتر انشالله. خیلی متشکرم. اما نظرات مردم شریف کابل رو هم جویا شدیم در خصوص نشست توکیو. خواهش میکنم که این بخش رو با هم ببینیم. مجدد در کنار شما خواهم بود. نفس یک کنفرانس ها در حقیقت به نفع جامعه افغانستان است، حتی به نفع اقتصاد و پیشرفت و ترقی افغانستان است
اما شیوه استفاده از این سرمایه گذاری ها، کمک های کشورهای خارج که در داخل افغانستان هستند، مهم اینها هستند که مثلا چگونه به مصرف برسند. کنفرانس توکیو کاملا سرنوشت ساز بود. جامعه جهانی و کشورهای کمک کننده کاملا تعهد کردند که ما مقداری اینقدر پیسه را برای افغانستان کمک میکنیم تا سال 2017 که در حقیقت یک دستاورد بسیار خوبی برای افغانستان بود. قبلا ما چندین کنفرانس های پیشرو داشتیم و گذاشتاندیم و تقریبا کنفرانس توکیو در حقیقت فعلا که فکر کنم درباره اقتصاد افغانستان تا حدودی خوب است، اما از نظر کمک های خارجی که برای افغانستان شود تا اندازه‌ای که مردم افغانستان باور دارن به اون صورت مصرف نمیشه و کسایی هستند که از سوء استفاده میکنه و به نفع شخصی خود استفاده میکنه. 40 یا 50 میلیارد دلار مصرف شده. بازسازی، نوسازی که قابل دید باشه، قابل رویت باشه از طرف دولت ما نمیبینیم. کل ما در جریان هستیم در باره که کمک های خارجی در افغانستان صورت گرفته و این به صورت احسن و به صورت 100% در افغانستان در ساحت کاری افغانستان و اقتصاد و زیربناهای های افغانستان استفاده نشده. ارتباط با زیبایی افغانستان، سرسبزی، محیط سبز، در ارتباط با صحت، در روابط مثلا با ترقی افغانستان کار نشد. در کنفرانس های توکیو کمک های برای افغانستان وعده شده، مانند کنفرانس های دیگه 100% برای افغانستان کار نمیشه و احتمالاً باز هم جریانات سابقه که ما گذاشتاندیم باز هم به موروال پیش بره. امیدوار هستم که حاکمان حاضر در افغانستان بتونن از این پول به صورت منظم و شفاف استفاده بکنن. نگرانی های وجود داشت که در واقع بعد از سال 2014 که نیروهای خارجی افغانستان را ترک میکنند ممکن است که افغانستان در یک خلایی باقی بمانه، یعنی حامیای بین المللی خود را از دست بده. این یک نوع نگرانی برای دولت افغانستان بود، اما وقتی کنفرانس توکیو برگزار شد در واقع کشورهای خارجی یا جامعه بین المللی این تعهد را به دولت افغانستان سپردند که افغانستان بعد از خروج هم در واقع تنها نخواهد موند. این در واقع مهمترین پیامی است که کنفرانس توکیو از ابعاد سیاسی برای دولت و مردم افغانستان دارد. بله، نظرات مختلف مردم افغانستان در خصوص نشست توکیو رو با هم دیدیم و شنیدیم، اما میخوام این رو بپرسم در ادامه گفتگو امشب از جناب آقای پاکاییم که بالاخره ناامنی و بیکاری رو عرض بکنم که تروریسم و قاچاق مواد مخدر و نقض حقوق بشر همه موانع پیشرفت کشور افغانستان هست. میخوام ببینم که این نشست چقدر میتونه کمک بکنه که از این موانع عبور بکنیم. 16 میلیارد دلار میتونه به ما کمک بکنه یا نه؟ ببینید واقعیت این هست که آمریکا و کشورهای ناتو برای اینکه بخوان از افغانستان خارج بشن یا حداقل نشان بدن که امنیت و توسعه در افغانستان ایجاد شده بعد از این 10 سال، باید هزینه هایی رو انجام بدن. با توجه به مشکلات اقتصادی که الان در اروپا و در آمریکا حاکم هست، اینها سعی کردن جامعه جهانی رو بسیج بکنن که یک بخشی از این در واقع کمک ها و سرمایه گذاری رو از طریق بقیه اعضای جامعه جهانی انجام بدن. اگر که این کمک ها شفاف باشه، مشخص بشه در چه مسیری هزینه میشه، سیستم نظارتی خوبی بر روی این کمک ها باشه، میتوان امیدوار بود که به نتیجه میرسه و ممکنه در جهت منافع مردم افغانستان باشه. اگر غیر از این باشه و در واقع اگر هدایت این کمک ها در اختیار آمریکا باشه مانند سابق، آمریکا اجلاسایی رو برگزار بکنه، بعد خودش پول ها رو جمع آوری بکنه و بعد هزینه ها رو خودش کنترل بکنه، به نظر نمیرسه که این هزینه ها، این 16 میلیارد هم در مسیر اهداف مردم هزینه بشه و کماکان به دلیل وجود نیروهای خارجی، به دلیل هزینه خروج نیروهای خارجی، به دلیل وجود پایگاه‌های نظامی در افغانستان کماکان، حداقل نمیخوام بگم تمام این 16 میلیارد، ولی یک بخشی از این 16 میلیارد هزینه این اقلام و این موارد میشه و به طور طبیعی من اعتقاد دارم اگر که یک سیستم نظارتی از سوی جامعه بین‌المللی وجود نداشته باشه، کماکان
ما ممکنه مشکلات در پایان بابت 4 سال آینده همین شرایط فعلی رو با این مواردی که شما اشاره کردید شاهد خیلی باشیم. متشکرم. مجدد خدمتتون میرسم، اما خواهش میکنم که بخش کوتاهی با هم ببینیم. مجدد با مجله افغانستان در کنار شما خواهم بود. خب جناب آقای پاکانی، من میخوام این رو بدونم که به نظر شما که با مسائل افغانستان از نزدیک آشنا هستید، چه ضمانت اجرایی برای تحقق اهداف نشست توکیو وجود داره؟ به نظر شما ممکنه که اتفاقی بیفته که روند پیشرفت و تسریع ببخشه یا اینکه خیر؟ عرض کردم اگر که یک سیستم نظارتی، یک سیستم عملیاتی وجود داشته باشه، ما شاهد این خواهیم یعنی فقط بود شرط و نظارت میدونید؟ بالاخره این نظارت همراه با نوعی دخالت هم هست. یعنی بالاخره یک مرجعی توی جامعه بین‌الملل مشخص بشه از سوی سازمان ملل، کشورهای منطقه، بعضی از سازمان‌های منطقه‌ای مثل سازمان شانگهای، سازمان کنفرانس اسلامی یا همکاری‌های اسلامی، اینها باید نمایندگی رو داشته باشند و این نمایندگان نظارت بکنن بر نحوه این هزینه 16 میلیارد. اگر این اتفاق بیفته به صورت شفاف، آمار داده بشه سر هر سال به مردم افغانستان، به جامعه جهانی یک سری آمارهایی داده بشه و گفته بشه که اینها در چه مسیر هزینه شد، اعتماد عمومی جلب میشه. انشالله. خیلی متشکرم، تشکر میکنم از حضورتون در استودیوی مجله افغانستان. ارادتمند و خدا نگهدارتون باشه. خواهش میکنم که بخش کوتاهی با هم ببینیم با آرزوی نشاط همیشگی برای مردم افغانستان. به امید صلح و امنیت پایدار در کشور افغانستان، امیدوارم که مجله افغانستان امشب هم مورد پسند شما واقع شده باشه. خواهش میکنم که حتما از طریق ایمیل و تلفن‌های رابطه شبکه خبر با ما در ارتباط باشید. ارادتمند و خدا نگهدار.